به نام خدا. سلام، به کتابنامه خوش اومدید. باز هم با شما هستیم با گشتی که در دنیای نشر و کتاب میزنیم و معرفی یکی دو کتاب تازه. کتابنامه کتاب‌های الکترونیکی و دیجیتال در دنیا مخاطبین خاص خودشون رو دارن و هر روز با ارائه ابزار مدرن الکترونیکی سعی میکنن که به این نوع مخاطبان اضافه بکنن. یکی از این ابزار برای خوانش بهتر این کتاب‌ها قلم‌های هوشمند یا کتاب‌های صوتیه. در ایران هم این بازار تونسته مخاطبین زیادی رو جذب کنه و ناشرین تخصصی دارن روی این زمینه کار میکنن، به خصوص در حوزه کتاب‌های دینی و مذهبی. امروز محصولات مؤسسه نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه را به شما معرفی میکنیم. نمونه‌ای از قرآن‌های نفیس و معطر به همراه قلم هوشمند. مؤسسه نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه با سالها تحقیق و مطالعه درباره کتاب‌های الکترونیک، با درک این حقیقت که به جای کثرت مطالعه میتوان اثر بخشی مطالعه را با تبدیل آموزش به یادگیری و افزایش مهارت‌ها و تغییر رفتار عمق بخشید، نشر کتاب‌های دیجیتالی و تولید محصولات هوشمند از جمله قلم هوشمند امین را در پیش گرفته و به نوعی پیشتاز این عرصه شده است. محصولات هوشمند هم دیداری‌اند و هم شنیداری، اما عالمان علم آموزش و تعلیم و تربیت نیاز به زمان داشتند تا درباره کارآمدی این محصولات اطمینان حاصل کنند. آنها پس از مطالعه در شیوه‌های یادگیری به این حقیقت معترف شدند که در شیوه یادگیری دیداری میزان اثربخشی محدود به 25% میمانند. مطالعه در شیوه یادگیری شنیداری این درصد را به 35% افزایش داد، اما شگفت آنجا بود که آمیختن هر دو شیوه یادگیری با هم میزان اثربخشی را نه به 60 بلکه به 85% رساند. حکایت معروف 2 به علاوه 2 می شود 5 را به خاطر بیاورید. مؤسسه نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه محصول نوین خود قلم‌های هوشمند قرآنی را بر اساس همین شیوه یادگیری و نتیجه بخشی آن طراحی کرده است. مخاطب وقتی قرآن کریم را پیش روی خود قرار می‌دهد و قلم‌های هوشمند را روی آیه به آیه و یا صفحه به صفحه حرکت می‌دهد، به انتخاب خود قرائتی جذاب از قاریان مورد علاقه اش را می‌شنود. هر کجا بخواهد کلاس را متوقف می‌کند و هر وقت دوست داشته باشد و به هر تعداد آن را تکرار می‌کند. اولین بسته به قیمت 195,000 تومان حاوی قلم هوشمند امین، قرآن قطع رقعی جلد سخت و نفیس با کاغذهای گلاسه به انضمام 7 جلد کتابچه سازگار با قلم هوشمند امین است که قلم روی هر یک از سرفصل‌ها یا عبارت‌های این کتاب‌ها گذاشته شود شروع به خواندن آنها می‌کند. این کتابچه ها شامل منتخب مفاتیح و ترجمه فارسی صحیفه سجادیه، نهج البلاغه، تلاوت‌های مجلسی قاریان برتر جهان اسلام، تجوید و آموزش روحانی و روانخوانی قرآن کریم، آشنایی با سیره و زندگانی اهل بیت علیه السلام، شجره طوبی، کتاب مدیحه شامل منتخب مداحی و مرثیه سرایی 14 معصوم علیهم السلام و کتاب دانشنامه قرآن کریم شامل تفسیر و سخنرانی‌های قرآنی و 21 سال درس‌هایی از قرآن حجت الاسلام قرائتی است، به همراه 7 لوح فشرده پشتیبان فایل‌های صوتی قلم هوشمند امین با متعلقات آن. برای اونهایی که همین مجموعه رو در بسته نفیستری جستجو میکنن، بسته قلم هوشمند امین مدل M600 به همراه حافظه 16 گیگابایت با قرآن، نهج البلاغه و یک جلد صحیفه سجادیه نفیس رو به شما پیشنهاد میکنیم. یک جلد قرآن کوچک به همراه نهج البلاغه و صحیفه سجادیه، هر سه نفیس و معطر.
به همراه همان 7 جلد کتابچه سازگار با قلم هوشمند امین با هدفون، شارژر و متعلقات و 7 لوح فشرده پشتیبان فایل‌های صوتی قلم هوشمند امین. دقت بکنید، من قلم رو وقتی که روی هر یک از آیه ها میگیرم، قلم شروع میکنه به خوندن. مثلا من سوره مبارکه طه رو انتخاب کردم. دقت کنید. و به همین شکل میتونید تمام آیات رو انتخاب بکنید یا در ادامه آیات یک سوره رو تا انتها بخونید و بشنوید در واقع. یا در مورد این کتابچه های متعددی هم در کنار این قرآن کریم هست که از اونها هم میتونید استفاده بکنید. هر یک از این کتابچه ها اطلاعات متنوعی درش هست. مثلا این دانشنامه قرآن کریم هست، نهج البلاغه هست، آموزش روانخوانی، فصیح‌خوانی و تجوید که از طریق همین قلم میتونید اطلاعات این کتاب‌ها رو بشنوید. گنجینه تلاوت‌های مجلسی، مدیحه‌ها، مجموعه شجره طوبا و همینطور یک جلد کتابچه هست درباره راهنمای استفاده از این قلم‌های هوشمند. ضمن اینکه این قلم رو روی محتویات این کتاب و هر کدوم از سرفصل‌ها که بگیرید هم میتونه برای شما کل اون سرفصل رو بخونه، چون این کتاب‌ها هر کدوم با سرفصل‌های مختلفی معرفی شدن. اینم بهتون بگم اگه قرار بود که این کتاب‌ها به شکل کتاب‌های کاغذی منتشر بشه و این قلم در کنارش نباشه، هر کدوم اینها میتونست چند قفسه کتابخونه رو پر بکنه. تلاوت قرآن کریم با صدای 35 قاری برتر جهان اسلام که 7 نفر از آنها ایرانی هستند به انتخاب کاربر. قابلیت خواندن 2 ترجمه فارسی قرآن کریم و 10 ترجمه به زبانهای دیگر از جمله انگلیسی، فرانسه، ترکی، روسی، تایلندی، کردی، اردو و پشتو. قابلیت خواندن منتخب ادعیه مفاتیح الجنان، صحیفه سجادیه، ادعیه و زیارات، آموزش نماز، پخش اذان و احکام دین در قالب دفترچه راهنما. ممکنه پیش خودتون فکر بکنید که چرا این کتابچه‌ها اینقدر کوچیک هستن و چه محتوایی ممکنه درشون وجود داشته باشه. مثلا در مورد تفسیر سوره انعام آیت الله جوادی آملی در یک صفحه 20 درس اومده و هر کدوم از این درس‌ها 1 ساعت برای شما برنامه خواهد داشت. یعنی روی هر کدوم از این مباحث، روی هر کدوم از درس‌ها که قلم رو بگیرید برای شما 1 ساعت درس خواهد گفت. یا مثلا در مورد استاد فاطمی نیا که درباره اخلاق در قرآن صحبت کردن، باز هم فقط در مورد همین یک مبحث 19 درس آمده و توضیحات ایشون که میتونید باز هم از طریق این قلم روی هر کدوم از اینها بگیرید و درس‌ها رو به خوبی بشنوید. قابلیت خواندن کتاب دانشنامه قرآن کریم شامل بیش از چند صد ساعت فایل صوتی تفسیر قرآن و سخنرانی‌های قرآنی، برنامه‌های قرآنی و درس‌های از قرآن، آموزش پیشرفته تجوید و تلاوت‌های ماندگار قرآن کریم. قابلیت خواندن کتاب تجوید، آموزش روحانی و روانخوانی کلمات قرآن کریم. قابلیت خواندن کتاب شجره طوبا، بیش از چندین ساعت فایل صوتی شامل سیره و زندگانی کامل 14 معصوم علیهم السلام به همراه احادیث، روایات، حکایات، مناظرات و پرسش و پاسخ‌ها. قابلیت خواندن کتاب مدیحه، منتخب مداحی و مرثیه سرایی 14 معصوم علیهم السلام به همراه حضرت عباس علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها با صدای مداحان معروف کشور. قابلیت خواندن منتخب تلاوت‌های مجلسی با صوت 35 قاری برتر جهان اسلام. قابلیت خواندن ترجمه فارسی نهج البلاغه به همراه نامه‌ها،
خطبه ها و کلمات قصار، 4 گیگابایت حافظه داخلی به همراه 16 گیگابایت حافظه رم، قابلیت اتصال به کامپیوتر و پخش فایل های MP3 به همراه هدفون و شارژر و 1 سال گارانتی. نسخه دیگه این مجموعه هم با قرآن نفیس بزرگتر در قطع وزیری به خط عثمان طاها با ترجمه استاد مهدی الهی قمشه‌ای ارائه شده و شما با پرداخت هزینه 1 میلیون تومان میتونید این مجموعه نفیس و ماندنی رو در محل خودتون تحویل بگیرید. گاهی برای هدیه دادن دچار سردرگمی میشیم، نمیدونیم برای کسی که دوستش داریم چه هدیه‌ای بخریم. این مجموعه نفیس و ارزشمند میتونه بهترین هدیه باشه برای کسانی که براشون ارزش والایی قائل هستید. برای کسانی که دوست دارند قرآنی به خط استاد الباری که مطلوب نظر اعراب است داشته باشند، یا آنها که شرکای کاریشان بیشتر عرب هستند یا مایلند هدایایی به دوستانی که در کشورهای عربی دارند ارسال کنند، نیز مؤسسه جهان رایانه بسته متفاوتی را با عنوان بسته قرآنی نفیس الباری تدارک دیده که شامل این محصولات است: 1 جلد قرآن نفیس به خط استاد الباری در قطع سلطانی بزرگ به همراه رحل مخصوص منقش به خطوط اسلامی، قلم هوشمند امین مدل D950 به همراه حافظه جانبی 16 گیگابایت به انضمام همان 7 جلد کتابچه قرآنی سازگار با قلم هوشمند امین. هر کدوم از بسته های ارائه شده در این 3 مجموعه، بسته قلم قرآنی نفیس 3 گانه معطر کوچک، بسته قلم قرآنی نفیس 3 گانه معطر متوسط و بسته قرآنی نفیس الباری در واقع یک کاربرد برای علاقه‌مندان دارند، شامل تلاوت و ترتیل های مختلف از اساتید مختلف قاری قرآن در جهانه. صحیفه سجادیه و نهج البلاغه به همراه برخی از مدیح سرایی ها و همینطور مراثی اهل بیت علیهم السلام و آموزش قرآن کریم هم داخلش هست. اما کیفیت محصول و قرآنی که همراه اون هست ارزش و هدیه این بسته ها رو متفاوت میکنه. قلم هوشمند امین از خارج از کشور تهیه می شود. مقرون به صرفه است که همه اعضای خانواده برای مقاصد فرهنگی متفاوت بتوانند با هم از آن استفاده کنند و این تنوع یکی از ویژگی‌های قلم هوشمند امین است. یعنی با پشتیبانی مؤسسه جهان رایانه یا قلم امین شما می توانید از قلم هوشمند امین با هزینه دیگری برای آموزش زبان انگلیسی و یا خواندن کتاب‌های قصه برای کودکان و یا خواندن آثار فاخر ادبیات فارسی مانند شاهنامه فردوسی، گلستان و بوستان سعدی، دیوان حافظ و یا مثنوی معنوی هم استفاده کنید. برای تهیه هر کدام از بسته‌های 3 گانه قلم قرآنی نفیس معطر کوچک، بسته قلم قرآنی نفیس 3 گانه معطر متوسط و بسته قرآنی نفیس سلطانی الباری، به دقت نام خودتان، آدرس، کد پستی و نام بسته را به سامانه پیامکی 3018 3381 ارسال کنید یا با شماره تلفن 021 220 15 100 مؤسسه جهان رایانه تماس بگیرید. این بسته های نفیس هر کجای ایران که باشید برای شما ارسال می شود و شما برای بسته قلم قرآنی نفیس 3 قلوی معطر کوچک مبلغ 800,000 تومان، برای بسته قلم قرآنی نفیس 3 گانه معطر متوسط مبلغ 1 میلیون تومان و برای بسته قرآنی نفیس الباری به قطع سلطانی مبلغ 2,500,000 تومان پرداخت می کنید. در ضمن می توانید با مراجعه به سایت مؤسسه جهان رایانه به آدرس jahanfurush.ir و انتخاب گزینه قلم هوشمند امین از گروه محصولات و سپس گزینه بسته های نفیس
اطلاعات کامل را دریافت و نسبت به خرید الکترونیکی آن با 10% تخفیف اقدام کنید. کتابنامه امروز هم به پایان رسید. به سایت ما به آدرس کتابنامه 4.ir سر بزنید تا اگر کتاب جدیدی داشتید در اونجا از شرایط معرفی کتاب‌ها با خبر بشید و بتونید از طریق برنامه کتابنامه مخاطبان خودتون رو پیدا بکنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.